اگر امکانات مالیوی شما خوب میبود شما فرزندتون در کدام مکتب به تحصیل فرا میگرفتید؟ البته در لیسه های بهترین شهر. مثلا کدام لیسه؟ من راستی که اونقدر نام های اینجا نمیم. من از شهر قربان تپه، اما لیسه های اوریانا، لیسه ترکی هستند که امکانیت خیلی هم بسیار دارد برای خواندن دانش فرزندان آینده. شما با کدام مشغول بودید؟ با لیسه ترکی. شما امکانیت مالیوی خوب میبود فرزندتون در کدام مکتب میونه به تحصیل فرا میگرفتید؟ اگر من امکانیت خوب مالیوی میداشتم فرزندم رو در مکتب‌های تحصیلات عمومی میگذاشتم، چون که مکتب‌های تحصیلات عمومی و مبلغی که من میسپارم به آنها بسیار هم ضرور است برای یگان واسطه‌های تکنیکی خرید کردن، تعلیمی و هم واسطه‌های تکنیکی کامپیوتری، کابینت‌های کامپیوتری بسیار لازم و ضرور است به آنها. یعنی اینطوری است که در مکتب میونه میمونید فرزندتون و مکتب یاری میرسونید. خب آقا جان شما چی فکر دارید؟ شاید شما در یگان گیمنازیا میخواید؟ نه من گفتم معلم. ما همشهری که هست. شما آقا جان ارزو شما چه؟ ما همین فکر همین دارم. نه خود یگان کس ارزو نداشته باشد که فرزندش در گیمنازیا پرزیدنت کنه. ما عمومی رو میخوایم که مکتب‌های عمومی تحصیلات عمومی ما پیشروی شود و گیمنازیای خصوصی پرزیدنتی از همه چی آنها همین برای همین این فکر مانی که مکتب‌های میانه عمومی همه چی ها و یاد کم دسترس است. Хотам ПВ. Почему именно? Ну, у меня есть опыт общения с выпускниками этой школы. Это за пределами Таджикистана. И преподаватели, которые преподают в высших учебных заведениях России, они очень хорошо отзываются о выпускниках этой школы. И поэтому я думаю, что на сегодняшний день это одна из самых лучших в республике школ. شما چی فکر دارید؟ شما با کدوم می‌گیرید؟ با خودم پایه. شما با کدوم؟ خودم پایه. با کدوم؟ با خاطری که من شوهرم گفتم با همون خاطر. اگر شما امکانیت مالیوی خوب نداشتید فرزندتون برای تحصیلات میونه گرفتن در کدام مکتب جلب می‌کردید؟ در مکتب‌های تاجیکی. البته با زبان مادری خودشون فرزندان من علم رو آموزند. من می‌فهمم که انا زبان مادری منم یک درجه داشته باشه. مگر در گیمنازیا ها زبان تاجیکی را نمی‌آموزند؟ آخه زبان تاجیکی را می‌آموزند به درجه‌ای که در مکتب‌های تاجیکی می‌آموزند. گیمنازیا های تاجیکی زیاد است. گیمنازیا های تاجیکی؟ خیلی گیمنازیا تاجیکی دم است کنم. مرحمت بخونم فرزندی منم. صاحب یادم وای شما معلومات خوب شما. لیسه های ترکی چی است؟ اکو من می‌فهمم که همین زبان ملت خدمت بیاموزم فرزندم فهمیدی؟ زبان ملت خدمت. زبان انگلیسی بیاموزم دیار گپ. ترکی خو نفوذی نداره در جهان برادر. فهمیدی؟